سلام بچه‌ها، مستر هستم. به کانال خودتون خیلی خوش اومدید. امروز هم در خدمتتون هستم با یک ویدیوی درخواستی دیگه به درخواست یکی دیگه از کاربرهای کانال که برامون کامنت گذاشتن که بدن 96 شان ری رو بیا با بدن هادی امسال یعنی همین المپیای 2024 مقایسه بکن که ما هم از اطاعت کردیم و امروز در خدمتتون هستیم با این ویدیو. بچه‌ها قبل از شروع ویدیو اینم بگم که یکی دیگه از مخاطبین کانال هم این درخواست رو از من کرده بود و گفته بود که حالا بهترین بدن شان ری رو بیا مقایسه بکن که اونم دارید حالا مشاهده می‌کنید. بهترین بدن شان ری بچه‌ها به نظر من المپیای 94ش رو من خیلی دوست دارم. این واقعا زیباترین بدن شان ری به نظر من مال المپیای 94. ولی خب چون که دوستان درخواست داشتن که المپیای 96ش رو بررسی بکنیم، ما هم دیگه این ورژن شان ری رو آوردیم که مقایسه بکنیم با هادی. قبل از شروع ویدیو بچه‌ها بگم که به دلیل اینکه یه مقداری حالا شان ری سال 96 عکساش کم کیفیت تر هستن، خب من هرچی گشتم نتونستم عکس خوب پیدا بکنم. همین اول ویدیو هم از برادرم کمال تشکر رو دارم، ماهان جان، که خیلی در پیدا کردن عکس ها به من کمک کرد. عکس ها رو ایشون پیدا کرد، من خودم عکس خوب نتونستم پیدا بکنم و ایشون برای من حالا عکس ها رو خیلی کیفیتشون رو بالاتر برد. همینجا کمال تشکر رو از برادر عزیزم دارم و امیدوارم که خداوند یاری رسانش باشه در تمام مراحل زندگیش. خب دیگه پرحرفی نمی‌کنم، بدون معطلی بریم که داشته باشیم. خیلی خب بچه، توی فیگور اول، فیگور جفت از جلو، چیزی که هست اینه که شان ری اول بخوایم بازوها رو بررسی کنیم، اینجا بازوهاش یه مقدار کشیده تر نشون داده میشن، ولی هادی ما یه مقداری پیکترن بازوهاش به نسبت شان ری. وی بدنی هر دو نفر عالیه. مال هادی اینجا یه مقدار بدنش وی تر نشون داده میشه. کنترل مید سکشن هر دوتاشون دوباره عالیه. حالا اینجا یه مقدار هادی وکیومش رو بهتر گرفته. توی پایین تنه هم هر دوتاشون عالیه، منتها یه مقدار پاهای هادی اینجا خمره‌ای تر نشون داده میشه به نسبت شان ری. همونطور که دیدید بچه توی این پوز این دو نفر خیلی به هم نزدیکن، اما به خاطر پایین تنه بهتر و بازوهای پیکتر و همچنین وی بدنی بهتر هادی، من دوست دارم که امتیاز این پوز رو به هادی بدم. بله بچه، میریم سراغ فیگور بعد، فیگور زیر بغل از جلو، که چیزی که از بچه اینجا هم خیلی این دو نفر با هم نزدیکن. حالا متاسفانه عکسی که ما از شان ری داریم از زاویه خیلی خوبی گرفته نشده و از این زاویه بچه خیلی لت‌های شان ری اینجا میتونید ببینید که متقارن نشون داده نمیشن. حالا میگم من نمیدونم به خاطر زاویه بد دوربین این شکل افتاده یا واقعا این شکلیه. کنترل مید سکشن هر دو نفر عالیه. پایین تنه هر دو نفر در یک لول قرار داره. حالا یه مقداری مال هادی پاش خمره‌ای تره، اما شان ری هم فوق‌العاده است. بچه‌ها میشه گفت که در تمام اجزای بدن این دو نفر با هم مساویان، فقط هادی یه مقدار لت‌های پرتر و متقارن‌تری به نمایش گذاشته. شان ری پکیج دستی که ارائه کرده اینجا خیلی بهتر از هادیه به نظر من. میگم خیلی این دو نفر با هم نزدیکن، اما باز هم من دوست دارم مثل پوز قبل با یه فاصله خیلی کمی امتیاز این پوز رو هم به هادی بدم. بله بچه، میریم سراغ فیگور ساید چست که ما هرچی گشتیم نتونستیم یه عکسی پیدا بکنیم که در واقع پایین تنه شان ری به صورت کامل افتاده باشه. اما بچه‌ها اینو به من اعتماد بکنین که شان ری همسترینگ های فوق العاده بی‌نظیری اون سال به نمایش گذاشته بود، یعنی توی پایین تنه فوق العاده بود. حالا توی پوزهای جلوتر خودتون هم این رو می‌بینید. پس تو پایین تنه میشه گفت بچه‌ها شان ری بهتر از هادیه، با توجه به اینکه هادی خیلی همسترینگ معمولی، خیلی یک چیز متوسطی به نمایش گذاشته در پایین تنه. در بالا تنه میشه گفت بچه‌ها با یه اختلاف کمی هادی بهتره، یعنی به خاطر حالا اون عرض شونه بیشتر، پکیج دست بهتر، یه مقدار هادی اینجا بهتر نشون داده میشه. کات سینه هر دو نفرم بچه‌ها من اینا بهتون میگم در یک لول قرار داره. حالا کیفیت عکس شان ری پایینه، اما واقعا کات سینه این دو نفر میشه گفت در یک لول قرار داره. میگم بچه‌ها این پوز واقعا خیلی مساویه و من نمیتونم واقعا بین این دو نفر یک کدومشون رو برنده اعلام بکنم. بنابراین دوست دارم که امتیاز این پوز رو مساوی اعلام بکنم و به هر دو نفرشون یک بدم. بله بچه، میریم سراغ فیگور پشت بازو که اینجا دیگه شان ری شما میتونید ببینید که چه همسترینگی بچه ببینید اینجا به نمایش گذاشته، واقعا بی‌نظیره در مقایسه با هادی که اصلا در عضلات پایین تنه خیلی ضعیف اینجا عمل کرده هادی ما. حتی بچه دو قلوهای شان ری هم اینجا من بیشتر دوست دارم نسبت به هادی.
پس تو پایین تنه بچه‌ها شاندری به این نتیجه رسیدیم که خیلی بهتره. کنترل مید سکشن هر دوتاشون عالیه، فوق‌العاده است. منتها بچه‌ها چیزی که هست اینه که بیشترین امتیاز این پوز مال پکیج دستیه که ارائه میدن و چیزی که هست بچه‌ها اینه که خیلی بالانس‌تر در مقایسه با هادی که واقعا دستش خیلی بالانس نیست، اون جلو بازوش به پشت بازوش خیلی بالانس نیست. میگم بچه‌ها قطعاً امتیاز این پوز مال شاندری خواهد بود، چون که هم در پایین تنه هم در بالا تنه به هادی ما برتریت داره. میریم سراغ فیگور بعدی، فیگور زیر بغل از پشت. که چیزی که مشخصه بچه‌ها اینه که اینجا در پایین تنه شاندری خیلی بهتره نسبت به هادی. بچه‌ها شما این همسترینگ رو ببینید، این عضله دوقلو رو ببینید، حتی بچه‌ها گلوتسش هم اینجا من خیلی عضلات باسنش هم خیلی بیشتر هادی دوست دارم، چون هم متقارن‌تره هم کات‌تره. بچه‌ها شما این کیفیت پایین عکس هم در نظر بگیرید. فکر کنید با این کیفیت پایین عکس ما داریم این دیتیل ها رو می‌بینیم. واقعا تو پایین تنه بچه‌ها شاندری خیلی بهتره، تو بالا تنه میشه گفت با اختلاف کمی هادی بهتره. یعنی شاندری میشه گفت تو بالا تنه‌اش خیلی جزئیاتی برای ارائه نداره، اما هادی ما در عضلات پشت جزئیات بهتری به نمایش گذاشته. البته بچه‌ها خب میگم باید کیفیت دوربینم در نظر بگیریم. میگم در بالا تنه با اختلاف کمی هادی بهتره، در پایین تنه با اختلاف زیادی شاند بهتر هست. بنابراین امتیاز این پوز هم به نظر من مال شاندری خواهد بود. میریم سراغ بچه‌ها فیگور جفت از پشت که واقعا شاندری خیلی زیبا اینجا بچه‌ها داره نشون داده میشه با این کیفیت بد عکس. شما این تقارن رو بچه‌ها ببینید، واقعا فوق العاده است. میگم حالا اینجا بچه‌ها یه مقدار شاندری داره به عقب نگاه میکنه و خب این تاثیر میذاره که یه کوچولو عضلاتش نامتقارن نشون داده بشن، اما واقعا با تمام این تفاصیل واقعا پشتش تقارن خیلی خوبی داشت شاندری اون سالها. تو پایین تنه هم که بی‌نظیره بچه‌ها، شما این همسترینگ رو ببینید، این عضله دوقلو رو ببینید، اصلا یه چیز عجیب غریبیه بچه‌ها شاندری توی این فیگور. هادی هم بچه‌ها خیلی خوبه، یعنی هادی اینجا بازوهای پیکتری ارائه کرده به نسبت شاندری، عضلات پشتش دیتیل خوبی دارن، حالا میشه گفت برابره توی عضلات پشت با شاندری، اما بچه‌ها تو پایین تنه باز هادی ما ضعف داره. و بچه‌ها من اینجا یه خطی بکشم، شما میتونید ببینید که قسمت چپ بدنش یه مقدار آبدار نشون داده میشه نسبت به قسمت راستش و خود قسمت راستش هم بچه‌ها شما این همسترینگش رو ببینید، واقعا غیر قابل مقایسه است با شاندری کبیر. به نظر من امتیاز این پوز هم مال شاندری خواهد بود. بله بچه‌ها میریم سراغ فیگور شکمران که هادی ما بچه‌ها توی این فیگور نابودگره، یعنی واقعا یک کتازه توی این فیگور هادی. شما بچه‌ها این موربی ها رو ببینید، اصلا یه چیز عجیب غریبی هن. شما این پک ها رو نگاه بکنید، شما این عضلات راند رو نگاه بکنید، ببینید فیبرهای رونش رو نگاه بکنید. واقعا بچه امسال حالا به سبب اون کات بدنی که ارائه کرده بود خیلی زیبا بود هادی توی این فیگور و ستودنی بود. شاندری هم بچه خیلی خوبه، حالا میگم شاید تقارنش یه مقداری بهتر از هادی باشه، اما در عضلات موربی و خود عضلات شکم به نظر من هادی یک سر و گردن پایین‌تره. توی پایین تنه هم باز من هادی رو اینجا بیشتر دوست دارم نسبت به شاندری. بنابراین امتیاز این پوز مال هادی خواهد بود. بله بچه‌ها میریم سراغ فیگور آخر که این فیگور هم جزو فیگورهای وحشتناک هادی محسوب میشه. منتها اینو باید در نظر بگیریم که اون سالها، سال 96 این فیگور اجباری نبوده و خب این بچه‌ها تاثیرگذار بوده. یعنی شاندری اینجا حالا ممکنه اونجور که باید فیکس نکرده باشه، ما باید این رو در نظر بگیریم و کیفیت عکس هم باید در نظر بگیریم، همه اینا رو باید در نظر بگیریم. و چیزی که هست اینه که بچه‌ها شاندری اینجا واقعا ستودنیه، یعنی خیلی زیبا نشون داده میشه. شما این عضلات شکمش رو ببینید، شما این دستش رو بچه‌ها ببینید، این چقدر متقارنه این بدن. خدای من پایین تنه بچه‌ها شما این عضلات رانش رو نگاه بکنید، اصلا بچه‌ها کار ندارم، شما نحوه فیگور گرفتن شاندری رو ببینید، این چقدر زیبا این فیگور رو گرفته. خیلی خیلی زیباست شاندری توی این فیگور. هادی هم بچه‌ها فوق‌العاده است، یعنی این دو نفر واقعا توی این فیگور جزو بهترین ها هستن توی فیگور موست ماسکولر. ولی خب چیزی که هست بچه‌ها، من با تمام احترامی که برای هادی قائلم واقعا دوست دارم امتیاز این پوز رو به شاندری بدم به خاطر زیباتر اجرا کردن این فیگور و تقارن بهتری که در بدنش ارائه کرده. میگم خیلی خیلی امتیاز این فیگور نزدیکه. هادی هم میتونه واقعا امتیاز این فیگور رو بگیره، اما اگر بخوام دلی این امتیاز رو بدم دوست دارم که امتیاز این پوز رو به شاندری بدم.
بله بچه اینم از جدول امتیازیمون که در آخر با اختلاف فقط یک امتیاز هادی چوپان مغلوب شان ری شده. خب بچه اینم بود از این ویدیو. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال هم سابسکرایب کنید. دوستتون دارم، عاشقتونم و تا ویدیو بعد فعلا خدا نگهدار.